حالا که همه جا حرف از اومدن رونالدو به ایرانه، بریم با هم ببینیم رونالدو با حقوق یک ماهش تو ایران چی میتونه بخره. دستمزد یک ماه رونالدو تو النصر 880 میلیارد تومنه. رونالدو با این پول تو ایران میتونه 52 تا لند کروز مدل 2016 یا 68 تا بنز اس 500 مدل 2014، 80 تا بی ام و 730 مدل 2018 یا حتی 65 تا پورش ماکان مدل 2018 بخره. در حال حاضر قیمت خونه تو بهترین نقاط شمال تهران متر 200 میلیونه و این یعنی رونالدو فقط با حقوق این ماهش میتونه 44 تا آپارتمان 100 متری تو بالا شهر تهران بخره. محلی که برای اقامت رونالدو در نظر گرفته شده سویت اسکای روم هتل اسپیناس پالاس تهرونه. این سویت که پنت هاوس هتل، یه واحد 250 متری با کامل ترین امکانات مثل جکوزی با ویوی رشته‌کوه البرز، اتاق خواب مستر، دفتر کار و سرویس روم 24 ساعت است. هزینه اقامت تو این سویت شبی 44 میلیونه، ولی رونالدو با حقوق یک ماهش تو النصر میتونه این سویت رو 55 سال رزرو کنه. حالا اگه درآمد یک ماه رونالدو مال شما بود باش چی می‌خریدین؟